فروید معتقد بوده که سیگار کشیدن، مشروب خوردن، خسیس بودن یا گرایش‌های جنسی و تمایلات جنسی همه برمیگرده به 6 سال اول زندگی و این تقسیم بندی قائله برای مراحل رشد روانی جنسی که من قراره تو این ویدیو به ساده ترین شکل ممکن براتون توضیح بدم. سلام، من محمد ستودم. خیلی خوش اومدید به یکی دیگه از ویدیوهای پلیلیست فروید. اینجا کانال ستود سای هست. من هر هفته ویدیوهایی با موضوعات روانشناسی براتون قراره که آپلود کنم. خیلی از اختلالات رو هم قبلا توضیح دادم که میتونی با سابسکرایب کردن و چک کردن ویدیوها از اونها مطلع بشی. بریم برای توضیح مراحل روانی جنسی از نظر زیگموند فروید، پدر علم روانکاوی. انتشار کتابی به اسم 3 رساله در باب نظریه جنسی توسط زیگموند فروید کل جامعه اروپایی بورژوایی و ویکتوریایی رو تحت تأثیر خودش قرار داد و به شوک فرو برد. اون مطرح کرد که از کودکی غرایز جنسی وجود دارن و اون جامعه تصور میکرد که صرفاً غرایز جنسی از زمان نوجوانیه که خودشون نشون میده و فروید سرکوب‌ها و ریاکاری‌هایی که در اون جامعه وجود داشت رو مورد انتقاد قرار داد و نظریات خودش رو با جسارت بسیار زیاد اذعان کرد. فروید معتقده که رشد جنسی کودکان توی 13 سال اول شکل میگیره و شامل چند مرحله است و معتقده که اثبات توی هر کدوم از این مراحل باعث نتایج زیانباری میشه و واکنش کودک به هر مرحله و همچنین واکنش والدین نسبت به کودک توی این لحظات مهم روان بچه در طی سالیان دراز و حتی تا آخر عمر رو تشکیل میده. مرحله اول مرحله دهانی هست. مرحله‌ای که فروید معتقد لذت روی دهان متمرکزه و کودک با تغذیه از مادر به نوعی شروع آغاز زندگی جنسیشه و الگوهایی که در بعدها طی زندگی جنسیش تجربه میکنه با اولین مرحله دهانی شروع میشه و معتقده که اول از تغذیه مادر شروع میشه و بعد به تغذیه از موارد غیر جنسی مثل مکیدن ابزارها و اسباب بازیها خاتمه پیدا میکنه. به اعتقاد فروید سیگار کشیدن، مشروب خوردن، فعالیت‌های جنسی دهانی و بوسه برمیگرده به همین دوره و تأثیراتی که در اثر تثبیت تو این دوره روی فرد باقی مونده. اما طبق داده‌های تازه عوامل محیطی، عوامل ژنتیکی و شخصیت فرد روی این موضوع خیلی بیشتر تأثیر میذاره تا اینکه صرفاً بگیم از لحاظ جنسی برای برانگیخته کردن خودش استفاده میکنه و معتقدن از لحاظ نوروساینس برای اضطراب این موارد استفاده میشن، اما نه از لحاظ جنسی، بلکه حداقل بشه گفت برای تداعی کردن آرامشی که از تغذیه از مادر دریافت میکردن و به یاد آوردن دوباره اون دوران. از طرفی روانشناسان رشد روی وابستگی ایمن و ناایمن و روابط اجتماعی و محیطی با والدین و کودک در واقع از تمرکز روی مسئله دهان و تغذیه خیلی مهمتره و آسیب دیدن از لحاظ اینکه شخص مثلا در بچگی یتیم بوده و مادری نداشته یا مادری داشته که با روش‌های غیر صحیح و ناسالمی باش برخورد می‌کرده روی روابط شخص در آینده و طرز فکر و مخصوصاً از لحاظ طرحواره رهاشدگی خیلی تأثیر میذاره. به باور فروید اگر بچه از لحاظ تغذیه و رابطه‌ای که با مادر داره دچار تعارض و کشمکش باشه توی این مرحله ثابت میمونه و بعداً دچار مسائلی مثل پرخوری میشه، مخصوصا مواقعی که تحت استرسه. اما همونطور که قبلا توی ویدیو اختلالات خوردن و مخصوصا پرخوری و کم اشتهایی و پر اشتهایی عصبی من توضیح دادم، این بر اساس اضطراب و الگوهای معیوب یاد گرفته شده توسط بچه است و نمیشه از حیث جنسی و لحاظ لذت دهانی بررسی کرد و ما صرفا داریم بررسی میکنیم اعتقادات فروید و نظریات فروید رو. مرحله مقعدی از دیدگاه فروید عمده کاری که کودک نوپا باید انجام بده یاد گرفتن دستشویی کردنه، چون کودک وقتی هنوز آموزش ندیده دوست داره هر جا که دلش میخواد دستشویی کنه. اما روش درست چیه؟ روش درست اینه که در کمال خونسردی و بدون هیچ احساس فشار و اضطرابی به کودک این آموزشات داده بشه. طبق نظریات جدید روانکاوان این اذعان شده که
اگر فشار روی بچه بیشتر باشه، مخصوصا توی سنی که واقعا هنوز از لحاظ کنترل روی عضلات بدن دچار ضعف هست، باعث میشه که بچه اصرار بیشتری کنه به اینکه اصلا دستشویی نکنه. فروید معتقده که اگر بچه توی این سن با راه حل‌های نادرست والدین تربیت بشه و انرژی جنسیش توی این مرحله ثابت بمونه، باعث میشه که برای رفع اضطراب خودش روی محیط تمرکز کنه و همه چیز رو تحت کنترل خودش داشته باشه، چون که یاد گرفته اگر هر چیزی رو سر جای خودش نذاره مساویه با تنبیه و در واقع میشه گفت همون شخصیت وسواسی رو داره تداعی میکنه. مرحله آلتی از لحاظ فروید زمانی شکل میگیره که بچه کنجکاوی های جنسیش خودش رو نشون میده و معتقده که بچه توی این سن دنبال اینه که بدونه این عضو اصلا چی هست، برای چیه و کی داره و کی نداره. و اگر با تنبیه والدین مواجه بشه و احساس گناه درش ایجاد بشه، ممکنه که توی این مرحله تثبیت بشه و با توجه به جامعه‌ای که فروید توی اون زمان داشته درش زندگی میکرده، بحث تهدید به اختگی رو اینجا مطرح میکنه و معتقده که تهدید به اختگی باعث ایجاد اضطراب و در واقع آسیب به روان کودک میشه و تحت عنوان عقده اختگی این موضوع رو مطرح میکنه. فروید معتقد بوده که در وهله اول ممکنه که بچه اصلاً متوجه این امر نشه و صرفاً یه گفته ای رو شنیده، اما بعداً وقتی متوجه میشه که تفاوت اندامی وجود داره نسبت به جنس مخالف خودش، این اضطراب ممکنه باعث ایجاد عقده اختگی بشه که به عقده اودیپ هم معروفه و من توی ویدیو اختصاصی خودش این موضوع رو توضیح میدم چون حائز اهمیت هست. و تثبیت توی این مرحله باعث میشه که شخص از ارتباط جنسی در واقع پرهیز کنه و زندگی جنسیش رو بیاد به سمت خودارضایی و عادت به خودارضایی و تمایلات همجنسگرایانه. مرحله نهفتگی که تقریبا میشه گفت از 6 تا 12 سالگی، یعنی قبل بلوغه و روانکاوان فرویدی و خود فروید معتقدن که تمایلات جنسی در این سنین خاموش میشه و جای خودش رو با موازین اخلاقی و بایدها و نبایدها و انتظارات جامعه میده. اما طبق دیتاهای زیست شناسی این موضوع به طور کامل باطله و تمایلات جنسی همواره هستن و اتفاقا در سنین رشد قرار دارن و در واقع توانایی خودشون افزایش پیدا میکنه. مرحله ششم، مرحله تناسلی، وقتی که بچه به بلوغ میرسه و حجمه هورمون‌ها باعث میشن که دیگه نتونه جلوی سرکوبات جنسیش رو بگیره و به اعتقاد فروید اگر این افراد در واقع نیاز به جنس مخالف و نیاز به ارتباط جنسی رو در خودشون رفع نکنن، با مشکلات عصبی شناختی که در اصطلاح روانکاوی نوروز هست دچار میشن و مشکلات روان پیدا میکنن. ممنون از اینکه همراه من بودین. با لایک میتونین از من حمایت کنین و با سابسکرایب کردن میتونید چنل رو داشته باشین تا از ویدیوها بتونین استفاده کنین. و من هر هفته قراره که ویدیوهایی با تم روانکاوی آپلود کنم. خیلی از اختلالات همونطور که گفتم قبلا توضیح دادم، مثل دو قطبی، مرزی، اسکیزوفرنی، افسردگی و خیلی از اختلالات مهم دیگر رو شما میتونید کانال رو چک کنید. خیلی ممنون. خدا نگهدار.